به نام خدا، سید مسعود میررضایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود و عضو هیئت مدیره شرکت هیتا. مرکز تخصصی هوش مصنوعی هیتا مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان متشکل از چندین بخش اساسی در حوزه هوش مصنوعی میباشد. بخش اصلی این مرکز جی پی یو سنتر اون هست که متشکل از تعدادی از سرورهای مبتنی بر جی پی یو میباشد که آماده ارائه خدمات به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی حوزه هوش مصنوعی میباشد. بخش بعدی این مرکز متشکل از ادوات و دیوایس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه AR و VR هست که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که نیاز به استفاده از این تجهیزات دارن می‌توانند درخواست خود رو بیان بکنن و از این تجهیزات و ادوات استفاده بکنن. اما بخش بعدی این مرکز آزمایشگاه الکترونیک هست که در اون آماده بهره برداری و طراحی و پیاده سازی بردهای الکترونیکی هست که در حوزه هوش مصنوعی طراحی شده است. بخش بعدی این مرکز فضای کار اشتراکی و تخصصی حوزه هوش مصنوعی هست. در این فضا دانشجویان و مخاطبین حوزه هوش مصنوعی می توانند با شکلگیری تیم‌های خودشون و انجام پروژه‌های مبتنی بر حوزه هوش مصنوعی از امکانات و تجهیزات این مرکز به نحو احسن استفاده بکنند. بخش مهم و اصلی این مجموعه حوزه آموزش مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد. ظرفیت این مجموعه بالغ بر 60 نفر است که دانشجویان و مخاطبین می توانند با استقرار در این مکان به آموزش حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی دست پیدا بکنند. اما مکان و فضای تخصصی دیگری که در این مجموعه دیده شده فضای کار اشتراکی عمومی می باشد که در آن همه دانشجویان، دانش آموزان و مخاطبین حوزه‌های مختلف آیتی می توانند در این فضا مستقر بشوند و تیمیابی رو در اون شکل بدن و پروژه‌های حوزه آیتی و آی سی تی رو می توانند در آن اجرایی بکنند. در پایان از تمامی مخاطبان، دانشجویان و دانش آموزان که تمایل به کار و انجام پروژه در حوزه هوش مصنوعی دارند دعوت می شود تا از این مجموعه و امکانات موجود از اون استفاده بکنند.